در دایره سفر کاری خود به ولایت سوخت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نویای باباجان غفورов بینای نوی قصر فرهنگ، مکتب موسیقی محفل هنرمندی برای جوانان و بینای دهاتی به نام حیدر عثمانوف را مورد بهره برداری قرار دادند. پیشوای ملت را اهل فرهنگ نویه با صمیمیت خاصه و مهر و محبت بی اندازه استقبال گرفتند. بینای نوبنیاد از دو آشیانه و تهخانه عبارت بوده با شکل و اصول معاصر معماری بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی در این انشاءات سال 2014 آغاز یافته، راهرو و تالار قصر با استفاده از صنعت قدیمی گچکاری و آینه بندی آرا یافته است. قصر فرهنگ دارای تالار با 400 جای نشست بوده با معاصرترین شرایط برای گذراندن محفل و جمع‌آمدها، برنامه‌های فرهنگی و مشق و تمرین دسته‌های هنری تامین می‌باشد. همچنین در داخل قصر فرهنگ حجره‌های علایده لباس لباسکنی و پردازگری برای هنرمندان و اتاق‌های کاری برای ماموریت بنیاد گردیده. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرهنگ را آینه کشور مینامند که این بهای بلند ما را خیلی خوشنود میسازد. جواباً به این غمخواری پیشوای معظم ملت ما اهل فرهنگ ناحیه سعی و کوشش مینماییم که معرفت فرهنگی مردم خاصه نسل نورس را در این جاده تربیت و صنعت والای تاجیک را به جهانیان پیشنهاد نماییم. برای چنین شرایط‌های زمانوی با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عرض سپاسی به اندازه بیان می‌نماییم. اثنای شناسایی به پیشوای ملت اطلاع دادند که در آشیانه دوم بینای مذکور مکتب موسیقی جایگیر بوده برای گذراندن مشغولیت‌ها آن با سیمفونی‌های علایده و اسباب و عیانیت موسیقی تامین می‌باشد. در مکتب موسیقی از روی 10 اختصاص از جمله نوازش رباب، دویره، اسکریپکا، چنگ، پیانینو، دوتار و آوازخوانی به نورسان کسب آموزانیده می‌شود. برای صاحب کسب نمودن نورسان خواهشمند متخصصان کسبی ساحه صنعت جلب گردیده مشغولیت‌ها همه‌روزه گزارانیده می‌شوند. در فضای صلح و وحدت ما نورسان زندگی آسوده داشته این همه سعادتمندی را قدر و حفظ می نماییم. برابر تحصیل در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، در مکتب های موسیقی هنر می آموزیم. اسکریپکا اسباب نوازندگی شرقی بوده، ما آن را آموخته می خواهیم. همچون نورسان تاجیک به جهانیان معرفی سازیم. برای شرایط مساعد و زندگی آسوده به پیشوای ملت از منتداری بیان می نماییم. به دوتار نوازی بسیار شوق دارم. در آینده می خواهم به وطن عزیزم تاجیکستان خدمت نمایم.
و برای ما دختران خوشبخت دوران استقلال میسر گشته است که در فضای صلح و دوستی و آرامی و آبادی نفس کشیده برای رسیدن به آرزوهای نجیب خود کوشش نماییم. ما شاگردان و استادان صنعت در جواب و غمخواری خود و صداقت به علم و هنرآموزی‌ها مشغول می‌شویم. همچنین بینای نوبنیاد دارای اتاق‌های علایده محفل هنرمندی برای جوانان بوده. در اینجا جوانان نویا به آموزش هنرهای مردمی جلب کرده می‌شوند. با اشتراکچیان محفل‌ها رسامی، کندکاری، دوختن سر و لباس، زردوزی و گلدوزی آموزانیده می‌شود. با اطلاع مسئولین به این وسیله در برابر صاحب کسب نمودن جوانان، همچنین هنرهای ملی میان این نسل رشد داده می‌شوند. طور ضمن شناسایی معلوم گردید قصر فرهنگ همچنین دارای کتابخانه زمانوی بوده. کتابخانه الکترونی به خط بلندشدت اینترنت پیوست گردیده است. دوستداران کتاب می‌توانند در طولور بر هوای خونش از خزینه بزرگ این کتابخانه دهاتی که بیشتر از 5000 ادبیات گوناگون دارد استفاده برند. همچنین در داخل بینای مذکور اتاق‌های کاری اداره دهاتی به نام حیدر عثمانوف و طولور عقد نیکا جایگیر کرده شدند. باید تذکر داد که دهاتی به نام حیدر عثمانوف یکی از کلانترین دهات نوین باباجان غفورov به حساب می‌رود. افتتاح بینای مذکور با دربرگیری خدمت رسانی چند ساحه اجتماعی در یک جا می‌تواند بسیار مشکلات حیاتی شهروندان را آسان کند. اطراف بینای مذکور با گل و بوته‌های آرایشی و درختان سایه افکن آرای یافته پررو چراغان کرده شده است. پس از افتتاح بینای قصر فرهنگ، مکتب موسیقی، محفل هنرمندی برای جوانان و بینای دهاتی به نام حیدر عثمانوف، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در طولور زمانوی این مجمع فرهنگی و خدمت رسانی سخنرانی نموده افتتاح آن را به اهل دهات تهنیت گفتند. پیشوای ملت ضمن سخنرانی به سطح و صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده، بنیاد انشاءات مذکور نمونه توجه زیاد حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به ساحه فرهنگ معنی داد نمودند. سپس اهل فرهنگ نویا برنامه با شکوه کنسرتی را منظور اهل طولور نموده، همچنین منتداری خود را به پیشوای معظم ملت برای چنین یک هدیه ارزشمند بیان کردند. پس از برنامه فرهنگی در این روز همچنین از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اسباب‌های گوناگون موسیقی از قبیل دف و دایره، دوتار، رباب و غیره ها به اهل هنر قصر فرهنگ دهاتی به نام حیدر عثمانوف نویه باباجان غفورov تقدیم کرده شد.